چالش سختتونه. آماده اید خانم آذان؟ بله. بریم. لوز یا پوکویو؟ وای پوکویو. انتخابا سخته. لوز دیگه. لوز یا جوهی؟ لوز. لوز یا آنه؟ ببخشید جناب حشره. لوز. لوز یا هارلی کوین؟ لوز. لوز یا موشکوچولو؟ لوز. لوز یا نوبیتا؟ نوبیتا. نوبیتا یا پویزن آیوی؟ نوبیتا. نوبیتا یا رابین؟ نوبیتا. نوبیتا یا جنل؟ جنل. کارخانه رویاها. جنل یا پتونیا؟ وای پتونیا. پتونیا دش لگو پیکسار؟ پتونیا. پتونیا یا کودکی اکو؟ پتونیا. پتونیا یا جوپیتر؟ پتونیا. پتونیا یا گیلدا؟ پتونیا. پتونیا یا پلیر؟ خیلی پتونیا رو بیشتر دوست دارم. پتونیا یا سونیک؟ سونیک دوباره. سونیک یا اسپایدر بایت؟ سونیک. سونیک یا سمگیلمن؟ سم؟ آره داداش روبی. سم یا وینسنت؟ داری گفته بودمت. آره بابا. سم یا سالی براون؟ اوخی چیگلالار. تو فینگلیا. قدش نانسان. سالی رو انتخاب میکنم. سالی یا والتر؟ والتر. والتر یا ماه؟ وای چه سخت. والتر. والتر یا انسی؟ او انسیه. والتر. والتر یا ابی؟ والتر. والتر یا آرون؟ والتر. والتر یا تاف؟ کات. تاف. تاف یا نیجا؟ تاف. تاف یا زوی؟ تاف. تاف یا تئودور؟ تئودور. تئودور یا ناروتو؟ ناروتو. ناروتو یا لولابانی؟ ناروتو. ناروتو یا پینوکیو؟ انتخابا سخته اینجا، راحت نیست بتونی بگی راحت. پینوکیو گیر میده تو. پینوکیو یا چیس؟ پینوکیو رو بیشتر دوست دارم. پینوکیو یا گوئن؟ گوین قند و نبات. باید بپخشون. میخواد مامان بابا رو بپوخه. بعدش هم میاد منو بپوخه. من نمیخوام منو بپوخه. من بد پختم خیلی. من نخور. گوئن یا پیتی کوچولو؟ گوین. یه گوه نیست که من. گوئن یا وانیلو؟ گوین. گوئن یا سویتی؟ گوه. گوئن یا جودی هاپس؟ گوه. گوئن یا اگنس؟ اصلا حالا با توجه به این سوالی که پرسیدید من میرم کنج عزلت. من میرم کنج عزلت. اینجا کنجه. گوه. و آخرین گزینه خدایا. گوئن یا شماره 22؟ اون چالشه. محبوب ترین نقش از نگاه خانم نرگس آهازان. 22. گوئن حذف شد. کات.